I don't give a رفقا به فیلم 7 آرت خوش اومدید. قاتل جدیدترین فیلم به کارگردانی دیوید فینچره که از نتفلیکس داره پخش میشه و مسئولیت نقش اولش هم به عهده مایکل فاسبندره که به عنوان یه قاتل معروف تو فیلم نقش بازی کرده. منتها این قاتل حرفه‌ای توی یکی از مأموریتاش تو فرانسه نمیتونه موفق عمل کنه که به خاطر همین هم عده‌ای دنبال شکار خود قاتل میافتن. به خاطر همین اول میرن سراغ دوست دخترش تو کشور دومینیکا و این دختر رو تا اونجایی که جا داشته شکنجهش میکنن. بعد از این ماجرا قاتل تصمیم میگیره بره نیورلینز، فلوریدا، نیویورک و شیکاگو تا بفهمه چه کسایی این کارو کردن و چه کسایی میخوان که خود قاتل رو سربنیز کنن. قاتل تو کل فیلم فقط 10% صحبت میکنه و بقیه 90% فیلم داره با افکار خودش حرف میزنه که این افکار رو به صورت وایس اوور میشنویم که خود همین موضوع هم همون پیغامی بوده که کارگردان میخواسته به جامعه خودش برسونه که به نظر من خیلی هم موفق بوده، چون آینه ای رو میذاره جلوی بیننده و میگه خب اگه تو هم طرز فکرت اینجوریه پس تو هم یه قاتلی هستی که بین آدما داری زندگی میکنی. حالا شغلت هر چی که میخواد باشه. در مورد بازگشت دوباره مایکل فاسبندر از فینچر میپرسن که میگه که فکر نمی کنم که علاقه‌ای داشته باشه که بخواد این کار رو ادامه بده، چون شدیداً مشغول به رانندگی فرمول 1 و خود ما هم شانس آوردیم که موقع فیلم برداری و ساخت فیلم وقت اینو پیدا کرده بود که تو فیلم شرکت کنه، چون اگه به هر دلیلی نمیتونست با ما همکاری کنه ما هم به احتمال زیاد از ساخت فیلم صرف نظر میکردیم. و در آخر فیلم از نظر تکنیکی به نظر من متاسفانه به اندازه فیلم 7 نشده، ولی همونطور که قبلا هم گفتم حرفایی رو برای گفتن داره که اگه علاقه‌مند به فیلم‌هایی در ژانر هیجان انگیز هستید نباید این فیلم رو از دست بدید.